دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که به گفته پاسدار قالیباف توی یه پیچ تاریخی گیر کرده. باید به خودمان تلنگر بزنیم که در یک وضعیت بزنگاه و در یک پیچ تاریخی هستیم. غفلت، اشتباه یا محاسبه غلط یا ترس و وادادگی میتواند هزینه هنگفتی داشته باشد. حالا درست وسط این پیچ تاریخی عظما وزیر خارجش رو فرستاد برای مذاکره. ساعت 1:30 به وقت مسقط هست و آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشور و هیئت همراه در حال عزیمت به دور دوم مذاکرات هسته‌ای هستند. با ایالات متحده آقای غریب‌آبادی هم معاون حقوقی وزارت خارجه ملحق شدند به این مذاکرات. همزمان توی استبل ولایت از این عربده ها بلند شد. خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور هستش که اصلا معلوم نیست چطور تصمیم گیری میکنه. شما از مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بستید به مذاکرات در ترکیه؟ اصلا یکی به جواب ما رو بده. مگه دفعه قبلی شما وسط مذاکره نبودید که بمبارون کردن کشور رو؟ برای چی دوباره اون خطای راهبردی رو تکرار میکنید؟ چه امتیازی میخواید بدید؟ چه میخواید بدهید که در برابر اون جنگ نشه؟ امروز مردم ایران منتظر حمله پیش دستانه به اسرائیل و پایگاه آمریکا در منطقه هستن، نه اینکه از موضع ضعف باشید برید اونجا دوباره مذاکره بکنید. چی میخواید بدید؟ چه چیزی میخواید بگیرید؟ این راهبرد غلط رو اصلاح بکنید. نکته بعدی حالا بسیجی‌ها به هم دیگه این روزه‌های عظما رو یادآوری میکنن. مذاکره با آمریکا را امام هم ممنوع اعلام کردن، بنده هم ممنوع اعلام کردن. امام فرمودن تا وقتی آدم نشه آمریکا ما مذاکره نمی کنیم. آدم نشه یعنی چه؟ یعنی تا وقتی که از اسرائیل حمایت میکنه، از نیروهای شرآفرین منطقه حمایت میکنه. ما هم همینه میگیم. بنابراین حالا اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. یه عده‌شون هم اینطوری حرفای عظما رو به خودش برمیگردونن. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. هر کس حرف از مذاکره با آمریکا زد بدانید هم بی عقله، هم بی شرفه و هم هوش نداره. چون رهبری میگه مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه. هر کس در هر سطحی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر لباسی حرف از مذاکره با آمریکا زد باید او را بی عقل، بی شرف و یه آدمی که هوش و حواس نداره، فکر نداره خطاب کرد. این بسیجی صادراتی هم پاک قاطی کرده و اینطوری عظما رو غبار روبی میکنه. اگر مذاکره دفعه قبل با ترامپی که فقط یه حاج قاسم کشته بود شرافتمندانه، عاقلانه و هوشمندانه نبود، این دفعه چی نیست؟ این دفعه خائنانه است. این دفعه خائنانه است. اونم کی تازه؟ کی؟ آقای ویتکاف تنهاست؟ ویتکاف داره رفیقش رو هم میاره. رفیقش کیه؟ جرد کوشنر. خب بوفالوی ولایت هم برای اینکه خودش رو از تک و تان اندازه اینطوری میگه: من از مسئولین محترم تقاضامندم این مذاکره که سیاست بازی و کلک بازی امریکاست، دنیا هم داره میبینه، مسخره هم میکنه. دنیا اسلحه رو بگیرن بالای سر میز مذاکره، هواپیما بیارن بالای میز مذاکره، بگن شما مذاکره کنید. این مذاکره است یا تسلیم خواهی؟ اینا همه دنیا میفهمن مسخره است. البته کارشناساشون آخر عاقبت هر مذاکره تو نظام رو اینطوری تصویر میکنن: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای
ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریما رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد الشک. باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه چون دولت پولدارتر میشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه. دردی از ما دوا نمیشه. درست گفته مجلس شورای، مرکز تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آخه این که نشد حکمرانی. آخه مگه میشه شما یه ملتی رو اسیر بکنی در چنبره یک مقررات زائد؟ شما چه فضایی درست کردید برای مملکت؟ اما ترس اصلی عظما رو از زبون این میرغضبش بشنوید که چیزی جز قیام نیست. نقشه کشیدن، نقشه میکشن، باز هم ممکن اقداماتی داشته باشن از نظامی، از ترور، از اغتشاش. خبر تو خبر. عظما میخواست توی تیوی ریش از شهر موشکیش رونمایی کنه اما از ترسش بیخیال شد. گزارشی درباره رونمایی از یکی دیگر از شهرهای موشکی سپاه که قرار بود امشب در بخش‌های خبری 23 و 21 پخش بشه به علت رعایت دقیق ملاحظات نظامی و امنیتی پخش نخواهد شد. تو شبکه‌های اجتماعی هم کاربرا اینطوری از ناو عظما رونمایی کردن. این یکی هم برای خالی نبودن عریضه زد تو کار قمپوز درمانی. امریکایی‌ها رو به افول هستن، اینا دست و پا زدن امریکایی‌هاست به نظر من، چون افول یک بخشش پروسه محوره، یه بخشش هم پروژه محور. پروسه محور از این جهت که به شکل طبیعی امریکایی‌ها مثلا تا 2030 کارشون تمومه، اینکه بخوان اینجور هژمونی در دنیا داشته باشن و به اصطلاح قد علم بکنن خبری نیست دیگه. حالا دو کلمه هم از این حسن قش بشنوید که اینطوری میخواد به بسیجی‌ها دل بده. و طرف مقابل ما و حتی منطقه در شرایط یک ریسک اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و همچنین یک ریسک نظامی که هرگز معلوم نیست انتهاش چیه، الان در اون شرایط نیستن. ما تمام ارزیابی جلساتی که ما تو مجلس با نظامی ها، با سیاسی ها، با اطلاعاتی ها نشستیم، برعکس تبلیغاتشون این است که اصلا در وضعیتی فعلا که با شما صحبت میکنم، من فردا رو نمیتونم بگم، من پیشگو نیستم، اصلا الان در شرایط برخورد نظامی با ما نیستم. از اون طرف این مهره اصلاحاتی یه حرف دیگه میزنه. قطعا جنگ میشه، قطعا به ایران حمله میکنن، قطعا خسارت‌های سنگین به ما وارد میکنن. اینو بدونید ما در جنگیم، ولی خب داره محاسبه میکنه کی بزنه که کمتر بخوره و قطعا پاسخ ایران قوی خواهد بود و کوبنده و قطعا هم اونو حمله خواهند کرد. نمیتونن دست از سر ما بردارن. حتی اگه ما تسلیم شیم مثل لیبی، مطمئن باشین حمله به ایران قطعیه، شک نکنید. هر کی میگه حمله به ایران نمیشه، نه آمریکا رو شناخته، نه روایات آخر از زمانی ما و اونها رو خونده. خلاصه که پاسدارا و بسیجی‌ها حسابی گیج شدن و حالا تو خاطراتشون لو میدن که از شدت گیجی همدیگه رو دستگیر میکنن. آخوند کله بولینگی هم اومد از خمینی ملعون خاطره تعریف کنه، کله ملق زد. میگه خمینی تک تیرانداز بود. میدونید که در کودکی هم امام یک جنگی پیش اومد در بین یک خان ظالمی علیه مردم خمین و یک زد و خورد شدیدی اتفاق افتاد و این روح الله خمینی کودک خردسال که مثل بقیه در سنگر یک اسلحه‌ای هم دستش گرفته بود، چون همه رو داشتن قتل عام میکردن، اون قوانین بیرحم قدیم، و اون گلوله‌ای که شلیک شد و اون خان ظالم کشته شد به وسیله روح الله خمینی اتفاق افتاد در کودکی. این سندش هست؟ بله، در این ندیدم. سریالی هم که از حضرت امام ساخته شد اتفاقا این پخش شد که اون کودک یعنی روح الله خمینی در کودکی اون خان رو از بین برد و کل ماجرا تموم شد و اونها عقب نشینی کردن. حالا که تا اینجا اومدیم یه یادی هم از این رزمایش تاریخی کنیم که هیچ وقت قدیمی نمیشه. سروان حسن روندی
و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناف سروان حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی می‌داریم. اما از رزمایش و خبرهای جنگ و این حرفا که بگذریم، باز میرسیم به کانون وحشت عظما که چیزی جز قیام نیست. حالا یه وقت بود میگفتن که نمیدونم تو مسائل فرهنگی سختگیری میشه، الان که ماشاءالله تو مسائل فرهنگی هم یه همه با این صدری که ایجاد شده الحمدلله سختگیری آنچنان نیست. الان به هر حال دیگه خانوما که تهجر دوست دارن میان و حالا کسانی هم که خیلی مایل به مشروبات الکلی هم بالاخره یه جوری گیر میارن. میخوام بگم اونایی که قبلا این چیزا رو مطرح میکردن که ما باید آزاد باشیم و نمیذارم، خب این که الان یه آزادی نسبی هست، شما دیگه اینو نمیتونید بهانه کنید. اما علل حساب از توی تلویزیون‌های اینترنتیشون از این حرفا در میاد. می‌بینیم، یعنی بهش میگن دولت کاغذی دیگه، دولت فروپاشیده فیل استیت. نه میتونه برق به تو بده، نه آب به تو بده، آلودگی هوا داره، ماشیناش قدیمیه، سوختش به درد نمیخوره، کم کم تجهیزاتش دیگه نفت رو نمیتونه استخراج بکنه، هدر میره. روزانه امیدی توی این حرفات نبود؟ نه من نمیبینم. سخنگوی این دولت فروپاشیده هم کسی نیست جز این آفتاب پرست که زمان تبلیغات انتخاباتی اینطوری میگفت: من امروز اینجا هستم میگم من به عنوان یک مادر اجازه نخواهم داد مهشاد شهید دیگری برخورد. حالا ببینید الان چی میگه. از اون 3000 و خورده‌ای حدود 2000 عدد دقیق الان تو ذهنم ندارم، 2700 نفر از این جانباختگان به عنوان شهید اعلام شدن. کسانی که مسلح نبودن، رهگذران، حتی معترضانی که به عنوان اعتراض آمده بودند ولی اونها هم به عنوان شهید اعلام. در پایان توجه شما را به تصاویری شورانگیز از رزم جوانان قائم شهر در جریان قیام سراسری جلب می‌کنیم.